سلام. تا حالا به این فکر کردین که یکی از معروفترین ایده های خودیاری دنیا، یعنی همون قانون جذب، اگه از زاویه آموزش های قرآنی بهش نگاه کنیم چه شکلی میشه؟ امروز قرار دقیقاً همین موضوع رو با هم آروم و عمیق بررسی کنیم. و این سوال اصلیه که میخوایم با هم بهش جواب بدیم. آیا واقعاً افکار ما این قدرت رو دارن که دنیای اطرافمون و سرنوشتمون رو بسازن؟ بیایید با هم سفری به اعماق این ایده داشته باشیم. خب برنامه‌مون چیه؟ اول از همه خیلی سریع می‌بینیم که اصلا این قانون جذب یا همون راز چی میگه. بعد میریم سراغ این سوال مهم که آیا ذهن ما واقعا خالقه؟ بعدش به مفاهیم خیلی جالبی مثل فالنیک و بعد در اسلام میپردازیم و در آخر میرسیم به ابزارهای قدرتمندی که در اختیار ماست، یعنی دعا، شکرگزاری و توکل. بسیار خوب. بیایید اول از همه ببینیم این راز که این همه سر و صدا کرده اصلا چی هست و روی چه پایه‌ای بنا شده. قضیه خیلی ساده است. قانون جذب میگه شما به هر چی فکر کنی همون رو به سمت خودت میکشونی. انگار که افکار شما یه فرکانسی دارن و کائنات به این فرکانس جواب میده و اتفاقات هماهنگ با اون رو وارد زندگیتون میکنه. خب حالا چطور کار میکنه؟ میگن 3 مرحله ساده داره. اول درخواست، یعنی خواستتون رو خیلی شفاف و واضح مشخص میکنید. دوم باور، یعنی جوری زندگی رو احساس میکنید که انگار همین الان به اون خواسته رسیدید. و سوم دریافت، یعنی با یه حس خوب و شادی خودتون رو برای گرفتن اون خواسته آماده میکنید. خیلی خوب، تا اینجاش رو شاید خیلی‌ها شنیده باشن، اما دقیقاً همینجاست که دیدگاه اسلام یه سوال خیلی اساسی و یه تفاوت بنیادین رو مطرح میکنه. آیا ذهن ما واقعاً قدرت آفرینش داره؟ اینجا تفاوت اصلی رو میبینید. توی قانون جذب معمولی ذهن شما یه جورایی خالق قدرتمنده که میتونه مستقلاً واقعیت رو بسازه. اما از نگاه اسلام قضیه فرق میکنه. ذهن ما یک ابزار فوق‌العاده است، یک هدیه الهی، اما این ابزار همیشه زیر مجموعه قدرت و اراده خداوند عمل میکنه، نه به صورت مستقل. این اصطلاح علت تامه شاید یکم سنگین به نظر بیاد، ولی مفهومش خیلی کلیدیه. بذارید یه مثال ساده بزنم. فکر کنید میخواید یه لامپ رو روشن کنید. برای این کار هم باید برق باشه، هم لامپ سالم باشه و هم شما کلید رو بزنید. فکر مثبت ما مثل همون زدن کلیده، خیلی مهمه، اما به تنهایی کافی نیست. علت تامه یعنی اون منبع اصلی که همه چیز رو ممکن میکنه، اراده خداست. فکر ما فقط یکی از شرایط لازمه، نه تمام علت. خب، حالا بریم سراغ یه بحث خیلی جالب. خوشبینی و بدبینی از نگاه اسلام. اینجا شباهت‌های جالبی با قانون جذب هست، اما تفاوتاش خیلی عمیق‌تر و مهمتره. اسلام یه تفکیک خیلی قشنگ اینجا انجام میده. از یه طرف به تفاعل یا همون خوشبینی و به فال نیک گرفتن خیلی تشویق میکنه، چون این کار به ما امید و انرژی مثبت میده. اما از طرف دیگه تطهیر یا فال بد زدن رو کاملا ممنوع کرده. میدونی چرا؟ چون وقتی شما با دیدن یه چیز فکر میکنید قرار اتفاق بدی بیفته و کارتون رو متوقف میکنید، دارید به اون چیز یک قدرت مستقل از خدا میدید. و این از نظر اسلام نوعی شرکه، یعنی شریک قائل شدن برای قدرت مطلق خداوند. و این حدیث از پیامبر چقدر راهگشاست. ببینید چقدر نگاه اسلام متفاوته. نمیگه از فکر منفی بترس چون واقعیتت رو میسازه، بلکه میگه هر وقت فکر منفی به سراغت اومد بهش قدرت نده، نادیدش بگیر، به خدا تکیه کن و به راهت ادامه بده. این نگاه به جای ترس به انسان شجاعت و آزادی میده. خب، پس اگه ذهن ما خالق مستقیم نیست، راه درست برای رسیدن به خواسته هامون چیه؟ جواب توی یک کلمه خیلی قدرتمنده: دعا. دعا دیگه فرستادن فرکانس به یک کائنات مبهم نیست. دعا یعنی گفتگوی مستقیم و صمیمی شما با خود منبع اصلی قدرت و عشق در عالم. این یک ارتباط شخصیه، فعال و قدرتمندترین راهیه که برای درخواست کردن وجود داره. و این آیه از قرآن یک قول مستقیم و تضمین شده است. دقت کنید، هیچ شرط و شروطی نداره. چقدر صریح و زیبا میگه: منو بخونید، من جوابتون رو میدم. این وعده قلب تپنده ایمان و امیدواریه.
اینجا یه نکته خیلی ظریف و زیبا هست که تفاوت نگاه‌ها رو نشون میده. توی اسلام هم ما موقع دعا خواستمون رو تصور میکنیم، اما هدفمون این نیست که با قدرت ذهنمون اون رو خلق کنیم. هدف اینه که حسن ظن یا همون خوشگمانیمون به خدا رو نشون بدیم و تقویت کنیم. یعنی با تمام وجودمون به خدا میگیم من به کرم و بخشندگی تو ایمان کامل دارم و میدونم که بهترین رو برام میخوای. بسیار خوب. این سیستم الهی 2 ستون محکم دیگه هم داره که اون رو کامل میکنه: شکرگزاری و توکل. شکرگزاری توی نگاه دینی فقط یه حس خوب گذرا نیست، یه تمرین آگاهانه است برای تغییر تمرکز. یعنی به جای اینکه به چیزایی که نداریم فکر کنیم و حسرت بخوریم، حواسمون رو جمع چیزایی میکنیم که داریم و قدرشون رو میدونیم. و این کار ظرفیت ما رو برای دریافت نعمت‌های بیشتر بزرگتر میکنه. و اینجا دوباره یه قانون الهی دیگر رو میبینیم، یک فرمول روشن و مستقیم از طرف خداوند: شکرگزاری کن تا بیشتر بهت بدم. این یک وعده قطعیه، یک رابطه علت و معلولی تضمین شده. و بالاخره میرسیم به توکل. توکل یعنی چی؟ یعنی شما سهم خودت رو انجام میدی، تلاشت رو میکنی، تمام قدم‌های لازم رو برمیداری و بعد نتیجه رو با یه آرامش قلبی عمیق به خدا میسپاری. این دقیقاً همون چیزیه که نگرانی، اضطراب و استرس رو از بین میبره، چون شما کار خودت رو کردی و بقیه‌اش رو به بهترین برنامه‌ریز عالم سپردی. خب حالا وقتشه که همه این تیکه‌های پازل رو کنار هم بچینیم تا تصویر کامل رو ببینیم و یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم. این تصویر رو ببینید. فکر و تلاش ما مثل همون رودی هست که جریان داره، پر از انرژیه. اما این نور هدایت خداست که به این تلاش ما جهت میده و اون رو به مقصد درست و نهایی میرسونه. ما حرکت میکنیم، اما این اوست که راه رو روشن میکنه. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، چارچوب اسلامی اینه: به جای اینکه خودمون رو مرکز و خالق عالم بدونیم، یاد میگیریم که در یک سیستم الهی زیبا زندگی کنیم. خدا خالق اصلیه. تفکر مثبت ما نشانه ایمانمونه. دعا کانال ارتباطی ما با خود منبع، شکرگزاری کلید افزایش نعمت و توکل مایه آرامش قلبی ماست. این یه پکیج کامل و متعادل برای زندگیه. و حالا این سوال برای شماست: با این نگاه جدید امروز چه خیر و برکتی رو با تمام امید، با دعای خالصانه و با توکل کامل از خداوند بزرگ درخواست می‌کنید؟ برای چند لحظه در آرامش بهش فکر کنید.